جنبش سبز هفته 57. علیرغم خشونت‌های اعمال شده توسط پلیس و نیروهای لباس شخصی، مغازه‌های بازار تهران همچنان بسته باقی مانده‌اند. این اعتصاب‌ها که در هفته گذشته در عکس‌العمل به افزایش مالیات و نحوه برخورد دولت آغاز شد، هنوز پایان نگرفته است. در این حال دولت ایران هفته گذشته 2 روز پیاپی را به دلیل گرمای شدید و بی‌سابقه هوا تعطیل اعلام کرد، در حالی که عده‌ای بر این عقیده‌اند که این تعطیلی‌ها با اعتصاب بازار رابطه مستقیم دارند. نامزد سابق انتخابات مهدی کروبی در بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کرده متذکر می‌شود بخشی از حاکمیت و سپاه به دنبال تحریم هستند، چرا که در تحریم به سودهای کلان و نجومی دست پیدا می‌کنند. سپاه پاسداران همواره به تحریم‌های تحمیل شده به ایران توسط جامعه بین‌المللی بی‌اعتنایی کرده است و این در حالی است که فرماندهان سپاه علاقه خود را به از سرگیری پروژه‌های رها شده در نتیجه تحریم‌ها به ویژه در بخش انرژی ابراز کردند. محمود احمدی نژاد به دلیل اظهارات اخیر خود مبنی بر اینکه نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت فقیه است، به شدت از جانب نمایندگان مجلس، جناح محافظه‌کار و دیگران مورد انتقاد قرار گرفت. در پی این سخنان رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی متذکر شد شاه نیز در زمان خود میگفت در ایران تنها یک حزب داریم و این ارجاعی است به سیستم تک حزبی حزب رستاخیز که در سال 1353 توسط محمد رضا پهلوی در ایران تأسیس شد. میرحسین موسوی طی جلسه‌ای در دانشگاه تربیت مدرس گفت ما اعتقاد داریم دروغ و ظلم و قانون ستیزی مشروعیت نظام را از بین میبرد. هر کس هر کجا از حق و قانون دفاع کند عضو جنبش سبز است. در پی اقدامات اخیر دولت برای مبارزه با تأثیرات فرهنگ غرب، وزیر آموزش و پرورش از فرستادن 1000 روحانی به مدارس تهران به عنوان افسران جنگ نرم برای مبارزه با غرب زدگی در مدارس از شروع سال تحصیلی خبر داد. علیرغم استقرار تعداد زیادی از نیروهای امنیتی به بهانه روز 18 تیر، یادمان اعتراضهای دانشجوی سال 78، مراسم بزرگداشت کشته شدگان حوادث کوی دانشگاه در این روز با حضور مردم در بهشت زهرا برگزار شد. گزارش‌ها حاکی از حضور 150 تا 200 ماشین دولتی در اطراف این منطقه بود. اقدام آقای محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در حذف نام آقای میرحسین موسوی به عنوان یکی از اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد و تلاش دولت ایشان در تصرف این دانشگاه اخیراً مورد انتقاد هیئت مؤسس دانشگاه آزاد به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی قرار گرفته و این اقدام مغایر قانون و اساسنامه دانشگاه اعلام شده. این اختلاف ظاهری و یا جنگ زرگری بین جناح آقای هاشمی و دولت آقای احمدی نژاد در واقع نکته بسیار حیاتی تری رو برملا میکنه و آن مسئله‌ایه که ما در محیط و فرهنگ دانشگاهی از اون به نام آزادی آکادمیک یاد میکنیم. عرف معمول در فرهنگ دانشگاه‌های معتبر دنیا چنانه که مسائل مربوط به دانشگاه از واحدهای درسی گرفته تا استخدام اساتید و پذیرش دانشجو فقط و فقط دانشگاهیان باید راجبش تصمیم بگیرن. برای صحبت در این مورد و مسائل مربوط به اون از دوست همکارم دکتر حسین کمالی دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. دکتر کمالی صاحب دکترای تاریخ از دانشگاه کلمبیا و در حال حاضر استاد تاریخ در کالج بارنارد هستن. حسین جان خیلی ممنون ازم که دعوت ما رو پذیرفتی. قبل از که راجع به دانشگاه آزاد صحبت کنیم مایلم که یه مقدار به عقب برگردیم و اصولاً تو به عنوان مورخ حرفه‌ای برای ما توضیح بدی که رابطه بین جنبش‌های اجتماعی و تاریخ رو تو چطوری می‌بینی؟ جنبش سبز در یک سال اخیر نشون داده است که میل داره به بازخوانی تاریخ، از جمله به تاریخ معاصر، از جمله به بررسی کردن اینکه حکومت‌ها به طور کلی و حکومت جمهوری اسلامی چطور با اعتراض مواجه شدند و همین خاطره 30 ساله، این تاریخ 30 ساله نمونه‌های متعدد درش هست که حکومت معترضین مختلف رو چطور سرکوب کرده است، با چه قساوتی، با چه شدت عملی گروه‌های مختلف رو نوبت به نوبت از بین برده است. حالا ببین حسین جان، من می‌خوام راجع به
این مقداری صحبت کنید این حافظه تاریخی خود این جنبش سبز. تو اگر مقایسه کنی وضع فعلی ما رو با سالهای مثلا کشتار سالهای 60 وقتی صورت گرفت، کمتر کسی اصلا میدونست، یعنی جزوی از خاطرات مردم نبود، کمتر کسی میدونست. ولی الان یه نفره که میخوان بکشن، مثلا الان زینب جلالیان روی که داره میخواد اعدام بشه، تمام دنیا، تمام ایرونی‌ها، تمام بلاگا غیرزاری راجبش حرف میزنن. تو فکر میکنیم به دلیل جنبش سبز آیا ما واجد یه حافظه تاریخی هستیم که دیگه اون نوع جنایت‌ها نمیتونه صورت بگیره؟ متاسفانه گمان من این است که جنایت‌ها همیشه احتمال تکرارش وجود داره و اتفاقاً ما باید از طریق تقویت و غنی‌تر کردن خودآگاهی و خرد جمعی و حافظه جمعی سعی بکنیم امکان این رو کم بکنیم، احتمال این رو کم بکنیم. و یکی از راه‌های غنی‌تر کردن حافظه جمعی، خرد جمعی یا خودآگاهی همین پرداختن به تاریخ است و بازخوانی و مکررخوانی و بازاندیشی آنچه اتفاق افتاده. در یک سال اخیر از قضا نامه‌ای که حجت الاسلام کروبی به آیت الله اردبیلی نوشت، موسوی اردبیلی در زمان اعدام‌های سال 67 در اون هنگامه رئیس قوه قضائیه بود. یک کسی میگفت قوه قصابیه به جای قوه قضائیه. و خب حجت الاسلام کروبی خواستار روشنگری شده است در این قضیه. چه گذشته اون؟ بیاید روشن کنیم. نامه‌ای که آقای دکتر مصطفی تاجزاده نوشت و ابراز خودآگاهی کرد از اون چه در اون دوره گذشته و گفته ای کاش ما بهتر رفتار می‌کردیم. ظاهراً این بازخوانی میل است که در بخش بزرگی از جنبش سبز، خواه داخل کشور خواه بیرون کشور وجود داره و راه مشکل کردن سرکوب برای حکومت زنده نگه داشتن خاطره هاست. آیا الان که حتی به قول خودشون 14 میلیون خس خاشاک تو خیابونا هست و یک نفر رو که کشتن سر صدای مردم بلند میشه، آیا فکر میکنی در شرایط اجتماعی فعلی امکان اینه که اینا باز دوباره تاریخ رو از رو بسازن هست؟ من گمان میکنم که هم ارادش وجود داره و توانش رو هم حکومت تا جایی که بتونه اعمال میکنه که به این هدف برسه. راه مبارزه در واقع با این نوع تحریف‌ها چیه؟ راهش گمان من این است که تقویت، غنی کردن خودآگاهی و خرد جمعی ماست. مطالعه تاریخی، حساسیت تاریخی داشتن یکی از راه‌های اینه. فراموش نکردن اون چه به سر این ملت آمده است در قرون مختلف به طور کلی و در 30 سال اخیر به طور خاص. بذار روی همین نکته صحبت کنیم. همونطور که میدونید 31 سال پیش وقتی که این انقلاب اتفاق افتاد، این خرد جمعی و حافظه تاریخی در همه ما وجود داشت و در واقع 30 سال رو جمهوری اسلامی صرف کشتار دست جمعی، تصفیه‌های دانشگاهی، انقلاب‌های فرهنگی کرد برای اینکه قلع و قم کنه اون حافظه تاریخی رو و یه حافظه مصنوع دیگه رو در واقع درست کنه. 30 سال بعد ما می‌بینیم که این موفق نبوده. یه نسلی به وجود اومده که داره دوباره اون حافظه رو داره اعاده میکنه. الان تو فکر می‌کنی جمهوری اسلامی باز داره در شرف یه انقلاب فرهنگی و تصفیه‌های دانشگاهی مجدده؟ یکی از ارکان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از ابتدا این تداوم و دائمی کردن، دوام بخشیدن به انقلاب بوده. مدام در حال انقلاب و جنگن، مدام از دشمن صحبت میشه، مدام از توطئه صحبت میشه. این بی‌دلیل نیست و تصادفی هم نیست. برای این است که مدام این حکومت، این نظام باید دشمن خودش رو خلق بکنه و اصلا بقای او در ایجاد دشمن‌های مختلف و تداوم بخشیدن به اونه و قسمتی از این تداوم بخشیدن به منازعه درست کردن تاریخ مجازی، درست کردن تاریخ دروغین است. نشر آگاهی کاذب هست در بین مردم که بخشش آگاهی سوء آگاهی تاریخی است. مثل این که مثلا کسی مثل سید حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی، پسر سید احمد خمینی، حجت الاسلام سید احمد خمینی، اسمش تبدیل میشه به سید حسن مصطفوی. مسخره است و این یک نوع فراموش کردن، تاریخ زدایی کردن است و همونطور که می‌دونیم حکومت‌های توتالیتر، خواه از نوع فاشیستش، خواه از انواع دیگرش، دشمنان تاریخند. باید همیشه تاریخ از اون لحظه شروع بشه که پیشوا و رهبر اعلام میکنه. ببین من و تو هر دو معلم یه دانشگاهی هستیم که این دانشگاه یک عرفی داره و اون این است که در دروسی که تو درس میدی یا شاگردایی رو که دانشگاه میپذیره یا همکارایی رو که استخدام میکنه، نه دولت حق مداخله داره نه بخش خصوصی. چون ما اصل
آزادی آکادمیک اصل تقریبا مقدسیه برای ما در محیط دانشگاه. بین این جنگی که الان بین آقای هاشمی و آقای احمدی نژاد در گرفته، مقوله اصلی و اساسی آزادی دموکراتیک چجوری میشه مسئلهش؟ بله، من گمان میکنم که دعوای موجود یکی سر سرمایه‌های عظیم دانشگاه آزاد هست، یک سازمانی با بیش از 300 و گمان میکنم نزدیک به 350 شعبه در سرتاسر کشور، با چندین میلیون متر مربع زمین، یعنی عرض کنم که یکی از منابع مهم ثروت. خب کی این رو کنترل میکنه خیلی مهمه.